نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شاهین صمدی روز 28 اپریل سال 2024 در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضع شهروندان تاجیک در فرودگاه‌های پایتخت روسیه درمانده گفت که وضع شهروندان تاجیکستان در فرودگاه‌های مسکو درمانده مرکب باقی میماند. پاسخ او را سامانه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان نشر کرده است. بنا به اطلاع وزارت خارجه، وضع شهروندان تاجیک بخصوص در فرودگاه‌های ونوکوو سخت بوده. در منطقه موقتا نگاه داشتن شهروندان در این فرودگاه در یک شرایطی که جوابگوی معیارهای بهداشتی نیست به حالت تا پایان روز 27 اپریل 954 شهروند تاجیکستان قرار داشتند. صمدی گفت در بین شهروندان درمانده دانشجویان تاجیک هم هستند که طبق کوتای حکومت روسیه در قلمرو آن کشور تحصیل میکنند. به حساب وزارت بعد انتظاری‌های چندین ساعته از میان شهروندان تاجیک در ونوکوو درمانده به 322 نفر اجازت ورود به قلمرو روسیه دادند. در همین حال بنا به اطلاع دریافتی مقامات روسیه قصد دارند که 306 نفر را بر روی خط اخراج شدگان شامل کنند. شماره شهروندان علاقه اخراج شده به 27 نفر رسیده است. چون این چاره‌های محدود کننده استثناءً نسبت به شهروندان تاجیکستان روی دست گرفته شدند. تاکید شده است در پاسخ وزارت. شاهین صمدی گفته است که وضع در فرودگاه‌های دیگر پایتخت روسیه ژوکوفسک، دمدیدو و شریمتو نیز مرکب بوده. 10 شهروند در این فرودگاه‌ها درمانده تاجیکستان نیز در شرایط خیلی نامناسب قرار دارند. به دلیل آنکه شهروندان تاجیکستان با مقدار کافی خوراک گرم تامین کرده نمی‌شوند، دیپلمات‌های تاجیک در همکاری با نمایندگان جمعیت‌های مهاجران تاجیک به فرودگاه‌های ونوکوو خوراکواری می‌برند. بر علاوه با مقصد در جایشان رساندن کمک ضروری به هموطنان، خدمات کنسولی نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در مسکو ستاد فوری شبانه روزی تشکیل کرده است. خبر داده است نماینده رسمی وزارت خارجه تاجیکستان. یادآور می‌شویم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شام 27 اپریل سال 2024 با نشر یک توصیه تعجیلی از شهروندان این کشور خواسته است که موقتاً از سفرهای بی ضرورت به روسیه توسط همه گونه واسطه‌های نقلیات خودداری کنند. در تاریخ روابط دیپلماتی تاجیکستان و روسیه این بار اول است که دوشنبه در رابطه به شرایط شهروندانش نسبت به مسکو چنین برخورد شدید نشان می‌دهد.